طالبان خورا دیگر تحلیل چرا گپشم گوش نمیگیره من خودم قدم چرا اون کامل ایلا کرده گیراد امین چند سلام علیکم حواست دندان باشه پایم میدم سلام اجرا باشه بزرگ سلام استاد بزرگ خواست ولی سه مرتبه یاشین سلام تران بعد از اینکه سبحانک اللهم خوانده شد با 3 تکبیر گفته میشه. در هر تکبیر دستها بالا پایان میشه. بعد از 3 تکبیر قرائت میشه سوره فاتحه و یک سوره دیگر. باز در رکعت دوم اول قرائت میشه سوره فاتحه و یک سوره دیگر. قبل از اینکه در رکوع بریم 3 تکبیر دیگر گفته میشه. در هر تکبیر دست به گوش برده میشه، پایان انداخته میشه. باز در تکبیر چهارم باز در رکوع میریم، بالاخره قاعده باز بعد از سلام دادن خطبه خطبه سنت است و گفتار اعظم سنت است. نیت کرد آقی من که رکعت نماز عید سعید فطر با جمله تکبیرات واجب شده روارتن بر قبله سوره باشد خانه که ما خود الله اکبر مثلا تکبیر ایتلاده. بعد از تکبیر اول سبحانک اللهم آقلاده. بعد از سبحانک اللهم اوش قلا یرم تکبیر ایتلاده. اونن که قرائت بلده رکعت دومگه اول قرائت اونن که پیش از اینکه رکوعگه بارلسه اوش تکبیر ایتلاده. تکبیر چهارمگه که رکوعگه بارلاده. بعد از قعده و بعد از سلام که خطبه آقلاده. الان نیت کنید